سلام دوستان. امروز ما در موضوع صحبت میکنیم که با موضوع گذشته یعنی جنگ بدر علاقمند می باشد. انیخترش دوام موضوع گذشته است. آغاز کننده جنگ ستمگر است و دانسته باش ستمگر شکست خورده است. شخصانی که موضوع گذشته را ندیدند بس که در زیر ویدیو بوده زیر کرده تماشا کنید. صفوان ابن امیه و عمیر ابن وهب در نزد کعبه نشسته درباره مصیبتی که در جنگ بدر بالای آنها آمده بود فکر می‌کردند. آنها غمگین بودند. در این حال عمیر ابن وهب که یکی از فرزندانش در دست مسلمانان اسیر افتاده بود گفت: اگر قرض بالای من نمی بود و ترس نابودی خانواده ام مرا باز نمی داشت، بیگمان به سوی مدینه رفته محمد را آنجا می کشتم. آنها با هم مشورت کردند. صفوان گفت: قرضت به گردن من آن را می پردازم. خانواده ات را باشد در نزد خانواده خودم جای می دهم. سپس عمیر ابن وهب به خانه اش رفت. شمشیرش را گرفت، او را زهرآلود کرد و به سوی مدینه رهسپار گشت. او برای کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم می رفت. به ایست به سوی مدینه شتاب می کرد. وقتا که به مدینه رسید و داخل مسجد گشت، او را آنجا عمر رضی الله عنه واخورد و گفت: این دشمن خدا عمیر ابن وهب است. قسم به خدا او به نیتی بد آمده است. سپس او را دستگیر کرد و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برد و گفت: این دشمن خدا عمیر ابن وهب است که با شمشیرش آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر گفت: او را بیار او را ای عمر. عمر رضی الله عنه بعضی انصاری ها را گفت در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بمانید تا عمیر و پیامبر صلی الله علیه و سلم ضرر نرساند. وقتا که او به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم درآمد گفت: صبحتان بخیر. پیامبر درود خدا بر او و بر آلش گفت: خداوند برای ما تهنیت خوبتری داده است و این سلام می باشد و از آن اهل جنت استفاده می برند. سپس از او پرسید: ای عمیر، با این شمشیرت چی کار می کنی؟ گفت: شمشیرمان به ما چی فایده ای می آرد در حالی که مصیبت بزرگی را بالای ما آوردی در جنگ بدر. باز از او سوال کرد: مقصد آمدنت در چیست؟ گفت: به خاطر فرزندم آمدم تا اینکه با او خوب معامله کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: تنها برای همین آمدی؟ گفت: آره. سپس پیامبر درود خدا بر او و بر آلش گفت: نه، بلکه تو و صفوان ابن امیه در نزد کعبه نشستید و هلاک شدگان بدر را به یاد آوردید. سپس تو گفتی: اگر قرضدار نمی بودم و عائله ام نیز نمی شد و درستی که به سوی مدینه رفته محمد را می کشتم. پس صفوان همه این نارسایی های تو را به عهده گرفت. وقتا عمر این سخنان را شنید گفت: گواهی می دهم که تو فرستاده خدایی. سوگند به خدا کسی از این کار خبر نداشت بجز من و صفوان. تا این دم خبرهایی از آسمان به سویت آمده را تکذیب می کردم، اما اکنون دیگر نه. گواهی می دهم که خدای جز الله نیست و تو فرستاده خدایی. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحابش را امر کرد تا به او دین را تعلیم بدهند. تصور کنید او آمده بود تا پیامبر را بکشد، لیکن اسلام آورد و بهترین مسلمان گشت و با پسرش به سوی مکه بازگشتند تا آنها را نیز به سوی دین خداوند ذوالجلال دعوت کنند. دوستان عزیز، اگر نوار به شما پسند آمده باشد لایک ماندن و آبونه شدن را فراموش نکنید. خیر تا ویدیوی نوبتی، در پناه خدا باشید.